نشینید و به خود سوال دهید که نزدیکی و رابطه شما با خداوند چقدر است؟ جواب این سوال را چگونه پیدا میکنید؟ قرآن. بله، این یکی از راه‌هایی است که نزدیکی و رابطه ما را با خداوند معین میکند. چگونه؟ نشینید و باز برای خود سوال کنید که چقدر آن را خوانده اید؟ چقدر از آن سوره میدانید؟ آیا معنی سوره‌هایی که از یاد کرده اید سرفهم میروید؟ و هر روز چقدر وقت برای خواندن آن صرف میکنید؟ زیرا قرآن ما را با خداوند نزدیک میکند. با این سوال ها جواب دهید و خلاصه برآوری کنید که چقدر است رابطه شما با خداوند. هر لحظه عمر ما این نعمت الله است، برای همین آن را بیهوده صرف نکنید. دعاگوی باشید. خداوند نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر محنت‌های ما برای شما پسند است و میخواهید که ما را دستگیری کرده باشید، پس با شبکه‌های ما با نام سیرت الیقین در یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام ابونه شوید. موادهای ما را با صحیفه‌های خود گیرید، آنجا نشر کنید و همچنین به یار دوستان خود بفرستید. با سیرت الیقین باشید و به دیگران نیز توصیه نمایید تا ما را همراهی کنند.